امروز در درس ما حل مدلوی کواdraتی رو میبینیم. یعنی چی باید کار کنیم. سه نمود رو است و از یکتاش سر میکنیم. همون میدونیم چی مدل کواdraتی نوشته میشود. ax کвадрат جمع bx جمع c برابر 0 است. a هم وقت اینو باید 0 نباید باشد. a b c هم وقت یک عدد باید باشد. یک چه مثال ها رو میبریم. کدام مدلوی کواdraتی میگوییم. 2x کвадрат جمع 3x minus 4 برابر 0. مثلا minus 5x کвадрат جمع 10 برابر 0. این هم مدل کواdraتی هستند. یا اینکه 4x کвадрат minus 20x برابر 0. 10x کвадрат برابر 0. اینا همشون مثال های مدل کواdraتی هستند. لیکن مثلا اگر ما مدل 2x کوب جمع 4x را اگر بینیم مدل کواdraت نیست، مدل کوبی است. یا اینکه 5x minus 4 برابر 0 این هم مدل کواdraتی نیست است. یعنی هم وقت x کвадрат باید باشد در مورد ما. اگر ما خواهیم مدل کواdraتی بگوییم. مثلا یک چند مثال رو بینیم. 3x کвадрат minus 27 برابر 0 است. چه کار میکنیم؟ یعنی چه مدل رو کنیم رقم با یک طرف میگیریم. 3x کвадрат برابر 27 نوشته میتونیم. x کвадрат هر طرف اگر با 3 تقسیم کنیم و x دو ریشه دارد یکمش 3 یا اینکه مینوس 3. این مدل کواdraتی ساده است. یا اینکه این سوال رو بینیم. 2x کвадрат برابر مینوس 6 می شود. x کвадрат مینوس 3. لیکن ما میدونیم که x کвадрат برابر رقم منفی شده نمیتواند. یعنی این مدل ریشه ریالی ندارد. ریشه یک چه مثال رو بوده برایم. یعنی مقصد اساسی ما در این مثال ها با قوس ها جدا کردن. یعنی x را جمع x برای 0 ما میتونیم هر دو ifade x دارد. x را اگر قوس بیرون گیریم و اینجا دو ریشه دارد 0 و مینوس 1. یعنی مقصد چی است؟ از اینجا اگر ما دو رقم رو a و b مثلا برای 0 باشد در اینجا چی معلومه؟ یکی از آنها 0 است. یا a 0 است یا b 0 است. مثلا در این مثال x را قوس گیریم برابر 0. یکم x برابر 0 است یا اینکه دومی ifade مینوس 4 جمع 5 برابر 0 است. از اینجا اگر مدل کار کنیم 5 تقسیم 4 خود دو ریشه دارد. اگر مدل کواdraتی سه اعضا داشته باشد چیکار میکنیم؟ اینو هم با قوس جدا کرده می شود. چه با قوس جدا کرده میتونیم؟ یعنی x جمع 1 x جمع 2 برابر 0 است. از اینجا ما یکم قوس برابر 0 است یا اینکه دوم قوس برابر 0 است. یعنی اگر ما قوس رو بشوریم با همون ifade رو گرفته می شود. چه که میبینیم با همون ifade یعنی با قوس رو جدا کرده می شود. یکم قوس نام باشد در x یکم مینوس 1 یا اینکه x دوم برابر مینوس 2 است. دوم مسئله بینیم. ifade در هر جا ما باید در یک طرف همشون رو جمع کنیم. نویسیم اگر مینوس x به طرف چپ مینوس 3 میشد برابر 9. اینها را با قوس جدا کرده می شود. یعنی دو قوس 9 است. یعنی 2x و x
минус 3 бояд бошад зарби ду рақами охир, яъне минус 3 ҷамъи 1 мегирем. агар қавсҳоро кушоем бо ҳамон якум ифода ба даст мегирем. аз инҷо бо маълум мешавад ки решаи якум ба 3 тақсими 2 баробар аст, решаи дуюм ба минуси 1. яъне ин намудиро ба қавсҳо ҷудо кардан, ҳамаи модули квадрати ба қавсҳо ҷудо карда намешавад. агар шавад, ин яке аз роҳҳои кӯтоҳ мебошад.